روزگاری در یک شهر کوچک در آلمان پسری به نام آلبرت انیشتین به دنیا آمد. از همان دوران کودکی آلبرت علاقه زیادی به مسائل علمی داشت. او از همان ابتدا با دیدن دنیای اطرافش سوالات زیادی در ذهنش داشت. چرا آسمان آبی است؟ چرا خورشید در آسمان حرکت می کند؟ چرا چیزها می افتند؟ یکی از روزها، وقتی آلبرت کودک بود، مادرش به او یک ساعت مچی هدیه داد. آلبرت خیلی از ساعت خوشش آمد، اما چیزی که بیشتر از همه ذهنش رو مشغول کرد این بود که چرا عقربه‌های ساعت همیشه به یک جهت میچرخند و چرا زمان همیشه به یک صورت جریان داره. این سوالها ذهن آلبرت را درگیر کرد و او تصمیم گرفت جواب این سوالات را پیدا کند. آلبرت همیشه در مدرسه شاگردی آرام و به ظاهر معمولی بود، اما در دلش دنیای بزرگی از سوالات و ایده‌ها داشت. او همیشه با معلمانش درباره مفاهیم پیچیده صحبت می‌کرد و گاهی اوقات معلمان نمی‌تونستند به سوالات او جواب بدهند. اما آلبرت ناامید نمی‌شد و به جستجو در کتاب‌ها و منابع علمی ادامه می‌داد. سالها گذشت و آلبرت به یک فیزیکدان برجسته تبدیل شد. او در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌کرد و نظریات علمی جدیدی مطرح می‌کرد. روزگاری آلبرت انیشتین در حال کار بر روی مسائل‌های پیچیده به نام نظریه نسبیت بود. او فکر می‌کرد که زمان و فضا چیزی نیستند که ثابت بمانند و همواره تغییر می‌کنند. یک روز در آزمایشگاهی در برن، آلبرت ایده‌ای به ذهنش رسید. او متوجه شد که زمان و فضا به هم مرتبط هستند و تحت تأثیر سرعت حرکت قرار دارند. این ایده باعث شد که او نظریه نسبیت خاص را مطرح کند که تغییرات بزرگی در علم فیزیک به وجود آورد. این اکتشاف به مردم دنیا نشان داد که دنیای ما چیزی بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کردیم. آلبرت انیشتین نه تنها یک فیزیکدان بود، بلکه با ذهن خلاق و کنجکاو خود، دنیای علم را برای همیشه تغییر داد. اما چیزی که آلبرت همیشه به اون اعتقاد داشت این بود که علم نباید برای خود دانشمندان باشد، بلکه باید برای بهبود زندگی بشر استفاده شود. او همیشه تاکید می‌کرد که علم باید در خدمت صلح و دوستی میان انسان‌ها باشد. و از آن زمان به بعد، نام آلبرت انیشتین در تاریخ علم به عنوان یکی از بزرگترین مغزهای تاریخ بشری باقی ماند، کسی که با سوالات ساده و ذهنی پر از خلاقیت، دنیای جدیدی از علم را کشف کرد.